وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرینو د اسلامي امارت محترم مسؤلینو ملمنو د مطبوعات محترم استازو رئیس صاحبانو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یو چې په دې مهمه او ارزښتناکه غونډه کې ستاسو سره شرکت لرو. هدف ته راځو چې دا غونډه د حجاب د حکم د تطبیق لپاره دایره شوې ده. په دې غونډه کې د امر بالمعروف محترم وزارت د هغو رئیس صاحبان او استازي ګډون لري، همداراز مطبوعات ګډون لري او علما کرامو نور ملمانه ګډون لري. ټول د اسلامي حجاب د رعایت کولو او په مځکه کې د تطبیق لپاره مسؤلیت لرو. محترم ورونو، څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اسلامي امارت د خپلو ارمانونو د پلي کولو لپاره او د افغانستان د ملت د لویو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ډېرې سترې قربانۍ ورکړي دي. قربانی‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان ما شاهد آن بودیم به خاطر تطبیق احکام اسلامی بود. الحمدلله خاک ما خاک مسلمان است، مردم ما الحمدلله مسلمان هستند. به خاطر اقامه نظام اسلامی بسیار قربانی های طاقت فرسایی دادند. او قربانی به خاطر ازی بود که نظام الهی ساخته شود، نظام اسلامی ساخته شود و احکام الهی در زمین تطبیق گردد. امارت اسلامی افغانستان با دو چالش مواجه می باشد یا با دو انتخاب مواجه می باشد. اول، دنیای امروزی یا دنیای غرب خواهان ازی است که به گونه مداخلتگرانه ما احکام اسلامی را در جامعه خود تطبیق نکنیم، با وجود ازی که ملت ما مسلمان است، با وجود ازی که مردم ما میخواهند احکام الهی تطبیق باشه در جامعه، فساد نباشه، فتنه نباشه، خواهرای ما مادرای ما در حجاب اسلامی من حیث یک موجود معزز و محترم زندگی بکنن. ولی دنیای غرب به خصوص آنها میخواهند که ما مثل آنها زندگی بکنیم. امارت اسلامی یکی با خواهش آنها مواجه است. دوم، امارت اسلامی افغانستان از طرف الله جل جلاله مکلف است که احکام الهی را در زمین تطبیق کند. چقدر که در توان خودش هست، چقدر که امکانات داره، باید قوانین الهی را در زمین تطبیق نماید. دنیا با امارت اسلامی چی کرده و چی خواهد کرد؟ در قبل تمام دنیا اتفاق به این کرده بودند که تمام اعضای امارت اسلامی افغانستان را از روی زمین گم کنند. در این راستا تمام قوت و نیروی خود را استعمال کرد تا ای که 20 سال گذشت، آخر مانده شدن، از پا افتادن، مایوس شدن و خاک ما را ترک گفتن. الله جل جلاله با امارت اسلامی افغانستان چی کرد؟ از روز اول با مسئولین امارت اسلامی افغانستان را حفاظت کرد، روحیه آنها را بلند نگاه کرد، حکم جهاد را که حکم بسیار سخت بود توسط مسئولین و مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به پیش برد، 20 سال دوام داد. آخرام الله جل جلاله بود که کمک کرد مجاهدین و امارت را که اشغال را از بین ببره و دنیای متجاوز را از اینجا برانه و حکومت اسلامی را بسازند. یعنی خداوند به امارت اسلامی افغانستان احسان کرده که آنها را از حالتی که بسیار
خطرناک بود، حتی زندگیشان در خطر بود، به اریکه قدرت رساند، اختیار مملکت را به دستش داد و دنیا خو ما را بی از او هم نابود میکرد و اگر حال هم توانشان شود همین کار خواهد کرد. این حال امارت اسلامی افغانستان به نزد انسان معقول فرمان کیها را باید تطبیق بکنه در زمین؟ فرمان ذات الهی را که ما را نجات داده، به ما توان داد، به ما نصرت کرد و حکومت را به کنترل ما داد. از فرمان امی الله جل جلاله فرمان روایی شود یا فرمان برداری شود، یا اگر خواسته های غرب را بشنویم، آنهایی که هنوز هم با ما در دشمنی قرار دارند، هنوز هم فشارهایشان وجود داره، هنوز هم تعذیراتشان به جای خود است. ملت عزیز، فیصله قرآن کریم است که دنیای غرب از ما راضی نمیشن، تا اون حدی راضی نمیشن تا که ما با آنها فکر و ایدئولوژی و مفکوره آنها را بپذیریم، تا او حد راضی نمیشه. زمانی که دنیا راضی نمیشه بهتر است که ما خداوند را ناراض نسازیم. علیاذ بالله. بهتر است که احکام الهی در روی زمین تطبیق شود. تنها امارت اسلامی افغانستان این را نمیخواه، این ملت ما هم این را میخواه. یک نمونه از این احکام الهی امروز اعلان حجاب بود. در فرمان هم آمد، در طرح هم تشریح شد، بزرگا هم تشریح کردن که الحمدلله در افغانستان 99% مردم افغانستان، خانما، خواهرای ما، مادرای ما، بدون از اینکه ما گفته باشیم یعنی خودشان حجاب را مراعات میکنن، چون مسلمان هستند، میفهمند که حجاب مایه عزت آنهاست. حجاب به خاطر حفاظت حرمت آنها ضرور است، به خاطر حفظ نام خانواده آنها ضرور است. خودشان حجاب را تطبیق میکنند. 1% دیگه که باقی میماند، طبعا آنها هم اگر کنترل نشه جامعه را به فساد مبتلا میسازند یا تشویق میکنند دیگران را هم پس به بی‌حجابی، و برای خودشان هم خوب نیست، به خانواده هایشان هم خوب نیست. از او خاطر امارت اسلامی افغانستان خواست که 1% که باقی میمانه آنها هم خواهران ما هستند. به خاطر از اینه که خدای نخواسته ما با آنها دشمنی داریم باید حجاب بکنن، نه، به خاطر از اینکه آنها حرمتشان برای ما محترم است، عزتشان برای ما قابل ارج و قدر است، خانواده و عزت خانوادگیشان برای ما مهم است. از او خاطر باید حجاب را مراعات بکنن. من فکر میکنم در این راستا هیچ کس از خانواده ها، از بزرگا، از کسایی که انشالله میدانن مسلمان هستند، ایمان دارن، مخالفت هم نخواهد کرد و بسیار به سهولت این حکم تطبیق خواهد شد. من امی امید را دارم. برادران محترم، حکومت اسلامی وظیفه داره که سیاست اسلامی را در زمین تطبیق بکنه. تعریف سیاست خو یکی در تعاملات فعلی دنیا است و یکی از روی شریعت اسلامی است. به گمان اغلب تمام دنیا یا اکثریت دنیا سیاست ماکیاولیستی را پیش میبرند. به تعریف ماکیاول که گفته سیاست عبارت از هر چال، فریب و نیرنگی است که شما را به هدف خود از راه غیر مستقیم برساند. این تعریف ماکیاولیستی است که متاسفانه در دنیا اکثرا همین رایج است. یعنی سیاستمدار باید مکار باشه، فریبکار باشه، مردم را فریب بده و مردم را به یک نوع غافل بسازه و اهداف غیر مشروع خود را به طریق غیر مستقیم به دست بیاره. امارت اسلامی افغانستان از فرد اول گرفته تا فرد آخری با این تعریف سیاست موافق نیست. همین جای است که یک تقسیم عمیقی نظری و فکری میان ما و بعض از کشورهای فعلی به میان میاره. امارت اسلامی افغانستان با سیاست اسلامی عقیده دارد. از لحاظ از نظر اسلام سیاست چگونه تعریف میشه؟ یک تعریفی که علمای کرام کردن: السیاست هی استصلاح الخلق بارشادهم الى طریق المنجی فی الدنیا والآخره. سیاست عبارت است از اصلاح مردم، از اصلاح کردن مردم
یا طلب اصلاح مردم که حکومت باید بخواد که مردم اصلاح باشن، مردم فساد نکنن، مردم در قتل و قتال دست نداشته باشن، مردم در دزدی ها دست نداشته، آرام در امنیت، در عزت، در آبرو با هم زندگی بکنن بسیار با آرامش. امیر حکومت میخواد که همین تو یک جامعه را بسازه. این سیاست است. به ارشادهم الی طریق المنجی، مردم را حکومت رهبری میکنه به طریقه، به طرقی که او طریقه ها نجات بخش است فی دنیا و الاخره. هم در دنیا انسان را نجات میده و هم در آخرت. یعنی حکومت وظیفه داره که مردم را راهنمایی بکنه به طریقه هایی که او طریقه در دنیا هم مایه عزت و مفاد بر انسان است و در آخرت هم انسان را نجات میده از عذاب الهی، از گرفت الهی، از خزي روز قیامت و از رسوایی روز قیامت. حکومت اسلامی بالای مردم قسم حکم روایی میکنه، مثل که خداوند جل جلاله احکام خود را فرستاده. حکومت یک نماینده است، یک وسیله است در بین قوانین الهی، احکام الهی و در بین مخلوق الهی. حکومت مثال یک نماینده را داره، بس دیگه چیز نیست. امروز ما دیدیم که حکم تطبیق حجاب اعلان شد. وزارت امر بالمعروف یا حتی امارت اسلامی افغانستان در کل در این حکم وسیله است. این حکم الهی بود. خداوند جل جلاله خودش در قرآن عظیم شان میفرماید که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، شما آرایش نکنین، شما در لباستان تظاهر نکنین قسمی که در زمان جاهلیت خانما خود را آراسته میکردن یا لباس میپوشیدن یا خود را تزیین میکردن. او قسم نکنین. یعنی از تزییناتی که کفار میکنن، مردم غیر مسلم میکنن، ما و شما منع شده. او را اسلام تزیینات جاهلیت گفته. او قسم باید خود را آراسته نسازیم، بلکه باید بپوشانیم خود را و پرده بکنیم. عزت مسلمان و عزت خانم مسلمان در پرده است. همین حکم الهی را که قرآن عظیم شان بار بار تکرار کرده در موارد متعدد، در احادیث شریف در موارد متعدد، فقهای کرام در موارد متعدد از او تذکر داده. امارت اسلامی افغانستان وسیله شده و همون حکم شریعت را میاره در زمین بالای بنده های خدا تطبیق میکنه، چون مسئولیت تطبیق را داره. امارت به خاطر ازمی ساخته شده و ضرور به خاطر امی است که احکام الهی را بالای مردم تطبیق بسازه. این حال وظیفه ما و شما من حیث مسلمان است که از این احکام که تطبیق میشه حمایت بکنیم و به گونه احسن آن را به خودم عملی بسازیم، به خانواده خودم عملی بسازیم، به جامعه خودم عملی بسازیم. در فرمانم گفته شد و در طرح لایحه هم آمده که دی تطبیق فرمان انشاءالله زور و ظلم با کس نمیشه. روش‌های بسیار خوبی تعیین شده، در نظر گرفته شده. خدا توفیق بده که مسئولین همچنین بکنن، چون ما میخوایم از یک طرف خانمای ما در عزت و وقار باشن، از طرف دیگر خدای نخواسته خانمای ما، دخترای ما، مادرای ما، خواهرای ما تهدید هم نشن. آنها خدای نخواسته زجر هم نبینن، آنها خدای نخواسته عزتشان هم صدمه نبینه، حیثیتشان هم صدمه نبینه در این مورد. یعنی این حکم بسیار با احتیاط تطبیق خواهد شد. خصوصیت بهترین تطبیق آنی است که خانم‌ها، خواهرای ما که کتله مهمی از کشور ما هستند و عزت تمام خانواده ها وابسته به خانم‌ها هست، آنها خودشان هم حجاب را رعایت بکنن، مثل که 99% الحمدلله رعایت میکنن. 1% دیگه که باقی مانده به خاطر حفظ جامعه از فتنه و فساد، حفظ جامعه از گناه و سرکشی، باید همین کار را بکنن و حجاب را بالای خود تطبیق بکنن تا نیازی دیده نشه که خدای نخواسته کسی گرفته شود، کسی تهدید شود یا کسی احضار شود. رسانه های محترم هم وظیفه دارن. این حکم الهی بود، تعبیر این حکم یا تفسیر این حکم را که در رسانه ها میکنن بسیار با احتیاط بکنن. وزیر صاحب محترم خودشان هم فرمودن که رسانه ها با ما همکار باشند در تطبیق احکام الهی در جامعه، چون رسانه های ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم، رسانه های ما مسلمان هستند، احکام الهی را میپذیریم. پس ضرور است منبر، رسانه و همچون استیج یک جلسه با هم دست بتیم
احکام الهی را که در خیر ملت ماست، به نفع ملت ماست، مشترکاً او را تطبیق بکنیم بالای جامعه خود. از رسانه های محترم هم خواهشمند هستیم که در بخش انعکاس این حکم، در بخش رساندن این حکم به اطراف کشور، به تمام شهرها، به تمام مادران خواهران ما کمک بکنن و این را مثبت تعبیر بکنن. مثل که غربی ها فکر میکنن یا این را تعذیر بدانن، این را محدودیت بدانن، این را خلاف حقوق بشر بدانن، او قسم با آنها هماهنگی نکنه. شما شاهد هستین چند مدت قبل در فرانسه بالای حجاب قیودات وضع شد، یعنی خانمی که حجاب میکرد او را میگرفتن زندان میبرد، جریمه میکردن، حتی لطکوب کردن پلیس در محضر عام خانمایی را که لباس داشتن، پوشش داشتن. اونجا انسان در کجا بود؟ اونجا حقوق زن در کجا بود؟ اونجا عزت یک خانم در کجا بود؟ نه، آنها از غم عزت ما و شما نمردند. آنها جامعه ما را با ویروس فساد و فتنه میخواهند مبتلا باشه. پس مکلفیت ما است که تا که خداوند جل جلاله به ما تسلط داده در این زمین، تا که مکلفیت و وظیفه داریم احکام الهی را در زمین تطبیق بکنیم. چون الله جل جلاله ما را نصرت کرد، به ما کمک کرد، تا این حد ما را رساند. این دنیا که امروز از ما خواهش خود داره، آنها ما را نابود میکرد، آنها بمباردمان میکرد ما را، آنها در زندان مینداخت ما را. چرا ما باید از آنها متاثر باشیم؟ هرگز. امارت اسلامی افغانستان با شدت از احکام شریعت پیروی خواهد کرد و ما باور داریم که ملت ما مسلمان است، از احکام الهی پذیرایی خواهد کردن و با سر و چشم قبول خواهد کردن. امید میکنیم که تمام مسئولین ما در راه تطبیق احکام الهی از حکمت، از مصلحت و از احتیاط هم کار بگیرن، تا کسایی که نمیفهمن یا درک نمیکنن عمق مسئله را آنها بفهمن، فهمانده شوند. علماء کرام در منابر هم باید همکاری بکنن، آنها مردم را بفهمانند به اهمیت حجاب، با ارزش حجاب، با ارزش عزتی که در پای حجاب به خانواده ها برمیگرده. این بسیار مهم است. تمام کسایی که در این راستا میتونن یک کس تفهیم بکنن باید در این راه همکاری بکنن و در تطبیق حکم با امارت اسلامی افغانستان همدست باشند. دیگر وقت گرانبهای شما را نمیگیرم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.